تا حالا شده توی ذهنتون ایده های داستانی ترسناک داشته باشید ولی ندونید از کجا شروع کنید؟ یا شاید هم نویسنده هستید و دنبال یک منبع الهام بی‌پایان و ترسناک می‌گردید؟ سلام دوستان، خیلی خوشحالم که با یک ویدیوی آموزشی دیگه کنارتون هستم. امروز میخوام بهتون نشون بدم چطوری میتونید ترسناکترین کابوس هاتون رو با کمک هوش مصنوعی به داستان‌های فوق‌العاده تبدیل کنید و حتی ازشون کسب درآمد کنید. آماده اید وارد دنیای تاریک و خلاق هوش مصنوعی بشیم؟ خب چرا اصلا هوش مصنوعی برای داستان‌های ترسناک خوبه؟ چون سرعت AI میتونه توی چند ثانیه 10 ایده، شخصیت یا حتی داستان‌های اولیه به ما بده. دوما خلاقیت بی حد و مرز و ترکیب‌هایی که هوش مصنوعی پیشنهاد میده عجیب و غریبه و دقیقاً همون چیزیه که برای یه داستان ترسناک لازمه. اما چجوری میشه ازش کسب درآمد کرد؟ شما میتونید با ساخت داستان‌های ترسناک برای خودتون یک برند بسازید. مثلا یک سبک خاص توی داستان‌هاتون داشته باشید و با ساخت کانال توی یوتیوب یا اینستاگرام و انتشار اونها مخاطبین علاقه‌مند به داستان‌های ترسناک رو جذب بکنید و از طریق اون بازدیدهای میلیونی بگیرید و کسب درآمد بکنید. مثلا این کانال رو ببینید، با ساخت داستان‌های ترسناک تونسته میلیون‌ها بازدید بگیره و هزاران دلار ازش کسب درآمد بکنه. تمامی پرامپتایی رو که توی این ویدیو ازش استفاده کردم داخل کانال تلگرامم قرار دادم. لینک کانال تلگرام هم داخل دیسکریپشن هستش. میتونید عضو کانال بشید و از تمامی پرامپت‌ها به صورت رایگان استفاده بکنید. بریم با هم دیگه شروع بکنیم. خب توی مرحله اول برای پیدا کردن ایده میایم وارد چت جی پی تی میشیم و با این پرامپت من ازش خواستم که یک داستان ترسناک بر اساس تم‌های ارزاک نفرین شده، ارواح انتقامجو یا موجودات ماورایی برای من طراحی بکنه و برای هر ایده مشخصاتی که بهش دادم رو برای من بنویسه و سبک داستان‌ها رو مثل داستان‌های ترسناک استفاده بکنه. حالا میام این پرامپت رو کپی میکنم و به چت جی پی تی میدم تا داستان رو برای من بنویسه و همونطور که میبینید میاد داستان‌ها رو برای من توصیف میکنه. خب من توی پرامپتم از چت جی پی تی خواسته بودم که بهترین ایده رو برای من انتخاب کنه که اومده خانه مادر بزرگ رو به عنوان بهترین ایده انتخاب کرده و اون رو داستانش رو برای من به صورت کامل توصیف کرده و گسترشش داده. خب توی مرحله بعدی من با این پرامپت اومدم ازش خواستم که برای عنوانی که ما انتخاب کردیم بیاد داستان رو روایت بکنه و یک ساختار کلی برای داستان توی 7 بخش بنویسه، یک صحنه کلیدیش رو برای من توصیف بکنه و 3 نقطه عطف غافلگیر کننده توی داستان برای من بنویسه. حالا من میام این پرامپت رو کپی میکنم و داخل چت جی پی تی قرار میدم و عنوان داستانی رو هم که میخواستم برام بنویسه رو اینجا انتخاب میکنم و توی قسمت عنوان داستان جایگذاری میکنم و به همین راحتی میاد تمام مراحل رو برای من توصیف میکنه. توی مرحله بعدی من میخوام ازش که برای داستان من شخصیت پردازی کنه. یک شخصیت اصلی برای داستانم تعریف کنه و 3 شخصیت فرعی که با شخصیت اصلی من در ارتباط هستن. و حالا اومدم یه سری خصوصیات رو براشون توصیف کردم که بر اساس اونها بیاد شخصیت پردازی رو برای من انجام بده. حالا من این پرامپت رو به چت جی پی تی میدم و اون میاد بر اساس داستانی که دارم شخصیت پردازی داستان من رو برای من انجام میده. در مرحله 4 من اومدم از چت جی پی تی خواستم که برای من صحنه‌های کلیدی داستانم رو استخراج بکنه و ازش خواستم که 8 صحنه رو برای من بنویسه. شما میتونید با توجه به داستان خودتون تعداد صحنه‌ها رو تغییر بدید و ازش بخواید که صحنه‌های بیشتر یا کمتری رو براتون توصیف کنه. حالا این پرامپت رو به چت جی پی تی میدم و اون میاد صحنه‌های کلیدی داستان من رو استخراج میکنه. مرحله بعدی و اصلی ترین مرحله‌ای که ما داریم نوشتن پرامپت‌های تصاویر و ساختن تصاویر داستانمون هستش که من اومدم بهش گفتم که بر اساس صحنه‌هایی که برای من استخراج کرده برای هر صحنه یک پرامپت کامل برای من بنویسه که اومدم براش توصیف کردم که با توجه به
ویژگی هایی که داستان های ترسناک داره برای من بنویسه. و یک مثال هم براش گذاشتم که پرامپتم رو به چه صورت بنویسه. حالا میام این پرامپت رو کپی میکنم و داخل چت جی پی تی قرار میدم و اون میاد بر اساس صحنه های کلیدی داستان برای من پرامپت های هر صحنه رو مینویسه. خب من میخوام تصاویر رو داخل رانوی بسازم. ابتدا وارد رانوی میشیم و روی قسمت جنریت ایمیج میزنیم. من یک تصویر برای شخصیت اصلی داستانم لیا انتخاب کردم که اینجا به رانوی میدم و اسمش رو لیا میذارم و اون رو سیوش میکنم. و یک تصویر مرجع برای سبک داستان و فضای خونه‌ای که میخوام توش داستانم رو بسازم بهش میدم و اسمش رو هاوس میذارم. حالا میام اولین پرامپتم رو کپی میکنم و اینجا قرارش میدم و میام بعد از توصیف دختر یه ادساین میذارم و کاراکتر لیا رو انتخاب میکنم و بعد از توصیف خونه میام ادساین میذارم و تصویر هاوس رو انتخاب میکنم. اینجا هم سایز تصویر رو روی 9:16 میذارم و دکمه جنریت رو میزنم. خب تصاویر رو برای من ساخت. من این تصویر رو انتخاب میکنم و از این قسمت گزینه دانلود رو میزنم و دانلودش میکنم. خب من یه فضای داخلی میخوام از این خونه که میام تصویر خونه رو بهش میدم و ازش میخوام که برای لیوینگ رومش یه تصویر از فضای داخلی این خونه به من بده. نحوه کار با رفرنس ایمیج رو توی ویدیوی قبلی بهتون یاد دادم. اگه بلد نیستید با این قابلیت کار بکنید حتما ویدیوی قبلی من رو ببینید. خب همونطور که میبینید میاد یک تصویر از فضای داخلی این خونه برای من جنریت میکنه. حالا برای صحنه بعدی من میام از کاراکتر لیا استفاده میکنم و یک تصویر هم به عنوان مرجع برای چهره مادر بزرگش به رانوی میدم. و از این قسمت هم رفرنس ایمیج رو که میزنید میاد این تصویر رو به عنوان تصویر مرجع شما انتخاب میکنه. و بعد میام پرامپت رو کپی میکنم و داخل رانوی قرار میدم و دکمه جنریت رو میزنم. خب این هم از تصویر دوممون. من برای تصویر سوممون نیاز به یک راهرو دارم از این خونه که میام باز دوباره تصویر خونه رو بهش میدم و میگم که یک تصویر از فضای راهروی این خونه به من بده. همونطور که میبینید تصویر رو برای من جنریت میکنه و من میام از این تصویر برای پرامپت سومم استفاده میکنم. و شما میتونید این مراحل رو برای تمامی صحنه هاتون تکرار بکنید و با توجه به تصاویری که برای هر صحنه نیاز دارید ازشون استفاده بکنید و اون صحنه رو باهاش بسازید. در مرحله آخر برای تبدیل تصاویرمون به ویدئو توی رانوی خیلی مرحله ساده‌ای هستش. من اومدم با این پرامپت از چت جی پی تی خواستم که برای هر صحنه بیاد برای من پرامپت تبدیل تصاویر به ویدئو رو بنویسه و بهش گفتم که ساختار پرامپتی که برای من مینویسه به چه صورتی باشه. حالا میام این پرامپت رو کپی میکنم داخل چت جی پی تی و اون میاد بر اساس هر صحنه پرامپت‌های مورد نظر رو برای من مینویسه. حالا برای ساخت ویدئو وارد رانوی میشیم و روی قسمت ویدئو میزنیم. تصویر صحنه مورد نظر رو اینجا وارد میکنیم و پرامپتی رو هم که چت جی پی تی به ما داده رو کپی میکنیم و توی این قسمت وارد میکنیم. و دکمه جنریت رو میزنیم و به همین راحتی رانوی میاد تصاویر ما رو متحرک میکنه. و شما میتونید همین کار رو برای تمامی صحنه هاتون تکرار بکنید. برای دانلود ساوند افکت ها هم وارد سایت پیکس ابی میشید و از قسمت ساوند افکت میاید ساوند افکت های مورد نیازتون رو سرچ میکنید و از قسمت دانلودشون میکنید. و در نهایت ویدیوتون رو توی کپکات، پریمیر یا هر نرم افزار ادیتی که بلد هستید ادیت میکنید. خب دوستان دیدید که هوش مصنوعی فقط یک ابزار نیستش بلکه یک همکار خلاق برای ماست و میتونه توی مراحل ساخت یک ایده به ما کمک بکنه. یادتون باشه که راز موفقیت ترکیب قدرت هوش مصنوعی با خلاقیتتون هستش. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک بکنید و اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.
نظرات و پیشنهاداتتون رو هم توی کامنت ها برای من بنویسید. برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو دنبال بکنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.